سلام، در هر کجای این جهان که هستید به سرزمین و جهان شاهنامه خوش اومدید. تو ویدیوی قبلی کمی در مورد ساختار محتوای شاهنامه باهاتون صحبت کردم و تو این ویدیو هم میخوام کمی در مورد موضوعات شاهنامه باهاتون صحبت بکنم. راستش قبل از اینکه خودم به طور جدی شروع بکنم به تحقیق کردن در مورد شاهنامه، پیش خودم فکر میکردم آیا فردوسی صرفاً شاهنامه رو بر اساس یک سری داستان‌ها و افسانه‌های خیالی نوشته که هیچ کدومشون ریشه و اساس واقعی ندارن و فردوسی با ذهن قدرتمند خودش تونسته شاهنامه رو به نظم در بیاره. ولی وقتی به گستردگی، عظمت، استواری و ماندگاری شاهنامه فکر کردم و تونستم اون رو درک بکنم، به این نتیجه رسیدم که شاهنامه چیزی فراتر از یک سری داستان‌های خیالیه. یا اینکه شاهنامه صرفاً در مورد تاریخ ایران یا تاریخ جهانه و به نوعی فردوسی داره صرفاً وقایع تاریخی رو تو شاهنامه بازگو میکنه که باز هم وقتی وارد جهان شاهنامه میشیم متوجه میشیم که شاهنامه فراتر از بازگو کردن اتفاقات تاریخی هست. احتمالاً که نمیشه سر از تمام جزئیات داستانها و منابع شاهنامه در بیاریم، ولی دونستن سرچشمه و موضوعات و مفاهیمی که فردوسی در شاهنامه به اونها پرداخته باعث میشه که ما درک بهتری از شاهنامه داشته باشیم و شاید بتونیم نقشه فردوسی رو پیش خودمون رمزگشایی بکنیم. به بیان ساده گفته میشه که شاهنامه مجموعه‌ای از اسطوره‌ها و افسانه‌های ایران باستان هست که همشون دارای ریشه و اصالت هستند و از دل واقعیت‌ها بیرون میان و همچنین بخش‌هایی از تاریخ بومی ایران پیش از اسلام و مربوط به ایرانیان آریایی رو بازگو میکنه. اینجا یه پرانتز باز کنم براتون در مورد اینکه منظور ما از ایران تو شاهنامه چیه. آیا ایرانیه که الان ما داریم توش زندگی میکنیم و جغرافیاش محدود به این ایران امروزیه؟ نه، اینطوری نیست. حتی منظور ما از ایران اون ایرانی نیست که فردوسی در قرن 4 و 5 داشته توش زندگی میکرده. شما در ابتدای شاهنامه مواجه میشید با تولد یک جهان که هیچ محدودیت مکان و زمانی در اون دیده نمیشه. در ابتدای شاهنامه اصلا حرفی از ایران نیست. اولین پادشاهان در شاهنامه که همون پادشاهان سلسله پیشدادیان هستند، یعنی کیومرث و هوشنگ و طهمورث، بر یک جهان حکومت و پادشاهی میکنن و هوشنگ در مورد قلمرو پادشاهی خودش میگه که بر 7 کشور منم پادشاه، جهاندار و پیروز و فرمان روا. منظور از 7 کشور یا 7 اقلیم توی کتاب‌های کهن ما مثل اوستا این سرزمین هایی هست که الان براتون میخونم. اقلیم اول هندوستان، اقلیم دوم عرب و حبشستان، سوم مصر و شام، چهارم ایران شهره که در مرکز این اقلیم ها قرار گرفته، پنجم روم هست، ششم توران، هفتم چین. و حالا چه زمانی نامی از ایران اومده وقتی الان میگیم که در ابتدای شاهنامه ما با تولد یک جهان مواجه هستیم؟ در اواخر روزگار جمشید، زمانی که ضحاک به پادشاهی میرسه، ما متوجه میشیم ضحاک از یک سرزمین دیگه‌ای به نام سرزمین تازیان که فردوسی به اون میگه دشت سواران نیزه گذار. یک جغرافیایی در شاهنامه با اومدن اسم تازیان مشخص میشه که انگار 2 تا سرزمین وجود داره. حالا یکیش میتونه ایران باشه و دیگری میتونه تازیان باشه، ولی اولین بار به طور صریح اسم ایران در زمان قیام کاوه آهنگر و ظهور فریدون به میون اومد که مادر فریدون خودش رو صراحتاً ایرانی نامید و بعد از اون فریدون هم در واقع گفت من ایرانی هستم. پس جغرافیای شاهنامه در دوران فریدون شکل میگیره و فریدون جهان رو تقسیم بندی میکنه و هر بخشش رو به یکی از پسرانش میده. مغرب و روم رو به سلم میده، توران و چین رو به تور میده و تازیان و ایران رو به ایرج میسپره و مرکز و قلب پادشاهی فریدون هم در ایران هست.
اینجا خواستم کمی در مورد جغرافیای شاهنامه و جغرافیای ایران در شاهنامه توضیح بدم که بدونید این حجم از داستانها و اسطوره‌ها و وقایعی که تو شاهنامه در موردشون صحبت میشه و بهشون پرداخته میشه داره از چه منبع عظیمی سرچشمه میگیره. حالا اگه بخوایم با توجه به چیزهایی که گفتیم یک تقسیم بندی کلی برای موضوعات شاهنامه در نظر بگیریم، میتونیم به مواردی که الان براتون میخونم اشاره کنیم. بخش از شاهنامه افسانه‌ها و داستان‌های کهن هستند که از زمان‌های قدیم سینه به سینه نقل شدند. بخش دیگه شاهنامه در مورد سرگذشت نیاکان و ایرانیان و در مورد رشادت‌ها و قهرمانی‌های پهلوانانی مثل رستم، مثل گودرز و مثل اسفندیار هست و البته این رو هم خالی از لطف نیست که بدونید که در شاهنامه سرگذشت حدود 50 پادشاه بازگو میشه. بخش دیگه شاهنامه مربوط به تاریخ اساطیری ایران هست که مربوط به 2 سلسله پیشدادیان و کیانیان میشه و 2 سلسله بعدی که اشکانیان و ساسانیان هستن که در تاریخ ایران هم ثبت شدن. بخش دیگه شاهنامه در مورد جنگ‌ها و نبردهای طولانی و حماسی ایران با تورانیان، با رومیان و تازیان هست. بخش دیگه شاهنامه که از جذابیت خاصی هم برخوردار هست، داستان‌های عاشقانه‌ای هستند که در دل حوادث تاریخی و پهلوانی شاهنامه جا گرفتند. در بخش نخست شاهنامه که فردوسی در مورد نوشتن و فراهم آوردن شاهنامه صحبت میکنه، میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشت زمانه مدان، از او هر چه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. در واقع فردوسی اینجا میگه هر چیزی که به نظر اسطوره و غیر واقعی و خارق العاده میاد در اون رمزی نهفته است. در انتهای این ویدیو هم میخوام چند تا نقل قول از نویسنده‌های ایرانی که در مورد ریشه‌ها و موضوعات شاهنامه نوشتن براتون چند تاشو بخونم. آقای محمد گنابادی میگن افسانه‌های شاهنامه از سر بازی خلق نشدن، بلکه در میان ملتی که علاقه زیادی به سنت‌ها و آیین‌هاشون داشتن در طول قرن‌ها سینه به سینه نقل شدن و فردوسی با پروروندن اونها شاهنامه رو خلق کرده. پس این داستان‌ها که به نظر ما افسانه میان واقعیت‌های کهن هستند که با زبان رسای فردوسی بیان شدند و تبدیل به یک سند ملی شدند. آقای عبدالحسین زرینکوب در کتاب با کاروان حله میگن شاهنامه مهمترین سند عظمت زبان فارسی و گواه شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایرانی هست. سرشار از داستان‌های ملی و تاریخی هست که فردوسی با زیبایی و لطافتی که به کلام میبخشه همه چیز رو برای خواننده به تصویر کشیده. آقای غلام حسین یوسفی میگن که شاهنامه فقط داستان جنگ و پیروزی نیست، سرگذشت یک ملت و نمود فرهنگ و آرمان‌های اونهاست. ببینید همه چیزی که تا الان گفتیم و این نقل قول‌هایی هم که براتون خوندم دارن میگن که شاهنامه سرگذشت یک ملتیه که به سنت‌ها و آیین‌های خودشون عشق می‌ورزیدند. ملتی که فراز و نشیب‌های زیادی رو از سر گذروندند. ملتی که پیروزها و شکست‌های زیادی رو تجربه کردن و شاهنامه همه اونها رو داره برای ما به تصویر میکشه. خیلی ممنون که تو این ویدیو هم همراه من بودید، به من گوش دادید. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به یزدان پاک میسپارم.